ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ аз рӯи асари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон уфуқҳои истиқлол оғоз менамоем. ровӣ ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори якум. сарсухан. تاجیکستان عزیز 25مین سال استقلالیت دولتی خود را سپری نمود. اگر تاریخ استقلالیت دولتی ما 4 عصر باشد، عمر ملت و تاریخ دولتداری ما 1000 ساله هاست. مردم ما هنوز از بامداد تاریخ مردمی صاحب وطن و دولت ساز بوده. نیاگان ارجمند ما در آغاز و سرگه دولتداری قرار داشتند و نمونه های نخستین جامعه های متمرکز و دولت های مقتدر تاریخی را برای بشریت اهدا کردند. اما در نتیجه تاخت و تازهای پیدرهم اجنبیان و پیروزی دراز مدتی تیرگی بروشنی، مردم تاجیک یک مدتی طولانی از اداره کنی مستقلانه دولتداری خود محروم ماند. این دوره تیرکی چندین قرن ادامه یافت. عصرهای فاجعه ملی و تنزل فرهنگی مردم ما به حساب می رود. گرچه در این مرحله محض در زمینه تجربه دولتداری تاجیکان دهها دولت و سلاله ها در این سرزمین حکم راندند، اما خود تاجیک صاحب وطن زیر اداره بیگانگان قرار داشت. تنها 9 سپتامبر سال 1991 چرخ سرنوشت دوباره به مراد مردم تاجیک دو زده. تاجیکان صاحب استقلال و دولتی مستقل شدند. بنابراین وقتی سخن از استقلالیت دولتی می رود، آن نه سنه بار اول صاحب دولت شدن تاجیکان، بلکه سنه احیای استقلالیت دولت تاجیکان می باشد. یعنی ملت کهن بنیاد و صاحب دولت تاجیک بار دیگر صاحب دولتداری ملی مستقل خود گردید. این است که ضمن اندیشرانی از سرنوشت دیروز و امروز ملت و دولت خود ما محض عباره پرمضمون ملت کهن و دولت جوان را به کار میبریم، زیرا داستان هستی ما، حقیقت سرنوشت ما و وضعیت امروز ما محض همین است. در باب تاریخ قدیمه و سرنوشت دولتداری نیاگانمان ما در کتاب و نوشته های پیشین خود به طور وسیع اظهار نظر کرده ایم و روح شکست ناپذیر و سیمای جاودانه ملتمان را در آینه تاریخ انعکاس داده ایم. اما در این کتاب درباره 25 سال دشوار ولی پر افتخار استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان فکر و اندیشه های خود را بیان نمودیم. باب 1. استقلالیت دولتی، مرحله احیا و برقرارسازی دولت ملی تاجیکان. مهمترین دستاورد و کامیابی که ما در 25 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان
کسب نمودیم از خطر نیستی نجات یافتن دولتداری ملی تاجیکان می باشد. ما این نکته را بارها یادرس کرده ایم، ولی اینجا باری دیگر تأکید می سازیم که بی یگان شک و شبهه نجات دولتداری ملی مسئله محوری تاریخ دیروز و امروز ما به شمار می رود. متاسفانه برابری به دست آمدن استقلالیت دولتی، جمهوری تاجیکستان بر اثر مداخله آشکار از خارج کشور که زیر شعار دموکراتی کنانی جامعه صورت گرفت، به گرداب مخالفت‌های شدید داخلی گرفتار شده، این روند به جنگ تحمیلی شهروندی و فاجعه برادرکشی آورده رسانید. مردم شریف تاجیکستان عاقبت‌های دهشتناک و ضربه‌های جانکاه جنگی را که از جانب دایره‌های معین و بدخواهان ملت تاجیک با مقصد بسر مردم ما تحمیل کردن مذهب و فرهنگ بیگانه و بنیاد دولت اسلامی آغاز شده، باعث به هلاکت رسیدن ده‌ها هزار نفر شهروندان مملکت و خسارات عظیم اقتصادی گردید، خوب در یاد دارند. بدخواهان استقلالیت دولتی ما توانستند میان مردم فتنه بزرگ برپا نموده آتش جنگ شهروندی را برافروزند. در نتیجه برادر به مقابل برادر سنگر گرفته، مردم کشور آواره و پراکنده و گریزه شدند. این بود که برابری به عهده گرفتن مسئولیت راهبری دولت، اندیشه صلح و آشتی و گذشت و همدیگر بخشی را به میان گذاشتیم. با این مقصد فعالیت خود را محض از قبول قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره عفو عمومی، درباره گریزه ها شروع نمودیم، زیرا در نزد خلق بزرگ تاجیکستان سوگند یاد کرده بودیم که اگر لازم شود به عوض جان صلح و آرامی را در کشوری عزیزمان برقرار می سازیم. ما در تمام دوره فعالیت خود تلاش نمودیم که به همین سوگند خود صادق مانیم. راستی از اول به غایه صلح و آشتی ملی بسیار باور داشتیم و حتی فکر می کردیم که ما در کوتاه‌ترین مدت همدیگر را درست فهمیده به صلح و آشتی ملی نائل می شویم. با همین مقصد در روزهای برگزاری اجلاسیه تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، راهبران با نفوذ جانبهای مقابل را جمع آورده برای ختم درگیری ها و تأمین ثبات جامعه رسمیات سوگند یاد کردن آنها را تشکیل نمودیم. صلح و وحدتی که ما در نظر داشتیم تمام مردم تاجیکستان ناوابسته به زبان و ملت و دین و مذهبشان را فرا می گرفت. با این مقصد تمام راهبران حرکت و سازمان و اقلیت‌های ملی کشور را دعوت نمودیم تا همچون قسم جدا نشونده مردم تاجیکستان از منبر این اجلاسیه تاریخی صدای خود را در حمایت صلح و وحدت بلند نمایند. محض با اعتماد و باوری قطعی به صلح نزدیک و فراگیر، ما در اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان اصرار نمودیم که روز 26 نوامبر سال 1992 روز صلح و رضایت ملی
مردم جمهوری تاجیکستان اعلان شود و از طرف وکیلان اجلاسیه چنین قرار نیز قبول شد. ولی بعداً معلوم گشت که گرچه مردم همگی جانبداری صلح و آشتی و وحدتند، اما طراحان این جنگ خانمانسوز برای علنگ دادن آتش این نزاع نقشه‌های بسیار جدی داشتند. در زمانی که آتش جنگ شهروندی پیکری وطن را می سوخت، به ذمه گرفتن مسئولیت راهبری و نجات دولت کار بسا مشکل بود. از این رو وقتی اجلاسیه تقدیرساز شورای عالی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند برگزار می شد، بسیاری ها نه تنها مسئولیت سروری دولت بلکه حتی مسئولیت راهبری وزارت و اداره های دولتی را نیز به ذمه گرفتن نمی خواستند. خوشبختانه در نتیجه تلاش های پیوسته و حمایت استوار مردم شریف کشورمان به ما میسر گشت که این مسئولیت مقدس و تاریخی را به عهده گیریم و دولتداری ملی را از ورطه نیستی نجات دهیم. در نخستین روزهای استقلالیت دولتی مسئله حفظ تمامیت ارضی دولت هم یکی از وظیفه‌های اولین درجه ما بود، زیرا در آن روزهای مدهش بعضی نیروهای داخلی و خارجی الکی نقشه تقسیم جمهوری تاجیکستان یگانه و از ترکیب کشوری ما جدا نمودنی ولایت و ناحیه‌های علاهیده را در سر داشتند. این خطر جدی به شرافت وحدت و همدلی و دستگیری مردم شریف کشورمان برطرف گردید. باید گفت که دولت و دولتداری یک مفهوم نظریوی نبوده، آن محض با موجودیت رکنهای عملی دولت معنا پیدا می کند. شاهدان در یاد دارند که در آن روزهای وزنین و مدهش تمام نهادهای مرکزی و محلی دولتداری ما پره فلج گشته، نظام اداره کنی دولتی برهم خورده بود. بنابراین برقرار کردن ارکان عملی دولت تلاش و زحمت زیاد را طلب می کرد. ما توانستیم در کوتاه‌ترین زمان نهادهای اساسی دولتداری را احیا و برقرار نماییم. ما که خود شاهد بی‌واسطه روندی برقراری رکنهای اساسی دولتداری و تشکیل نهادهای بنیادی سیاسی و قدرتی کشور بودیم، فراموش نمی کنیم که هر یک نهاد دولتی، خصوصاً مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان، با چه مشکلات و حس مسئولیت تشکیل یافته بودند. قدم تاریخی دیگری که در سمت برقراری رکنهای دولتداری ملی در این دوره صورت گرفت، قبول و به ارزش‌های محوری عمومی ملی تبدیل یافتن نشان دولتی و پرچم ملی دولت صاحب استقلال ما بود. چنان که معلوم است، پرچم نشانه حاکمیت در یک قلمرو می باشد و بالا شدن آن رمزی پیروزی محسوب می یابد. با توجه به این می توان گفت که استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان محض پس از قبول پرچم ملی و نشان دولتی عملاً پررأی و کامل گردید. این تدبیرها امکان دادند که ما اصلاحات سیاسی و کنستیتوسیونی را آغاز نماییم. جهت تحکیم پایه‌های استقلالیت اولین
کنستیتوسیای دولتی صاحب استقلالمان و رمزهای دولتی را قبول کنیم، فعالیت ساختار و مقامات فلج شده دولتی را برقرار سازیم، نظام یگانه حاکمیت اجراییه پارلمانت دو پلاتگی و حاکمیت مستقل سودی را تشکیل دهیم، قانونیت و ترتیبات و حمایه حقوق و آزادی های شهروندان یعنی والاییت قانون را در جامعه تأمین نماییم. راه پرپیچ و تاب صلح تاجیکان و احیای بعد جنگی تاجیکستان تاریخی طولانی دارد، ولی می خواستم فقط همین را تأکید نمایم که صلح تاجیکان پیش از همه نتیجه تلاش و زحمت صمیمانه فرزندان بناموس خلق تاجیک و پیروزی خرد مردم شریف تاجیکستان بر جهالت بود. جای افتخار است که تجربه صلح تاجیکان را جامعه جهانی همچون یک مکتب نادر صلح آفری و حل نزاعها اعتراف نموده مورد آموزش همه جانبه قرار داده است. برای دستیابی به این مقصد ما حدود 1 میلیون گریزه را به خانه های خودشان برگرداندیم. منزل‌های ویران شده مردم را برقرار ساختیم. ضرر و خسارات مادی این جنگ را کارشناسان به $10 میلیارد امریکایی برابر دانستند، اما ضرر معنوی آن را اندازه‌گیری کردن غیر امکان است. خصوصاً بیش از 150,000 نفر هموطنان بیگناهمان که در این جنگ قربان شدند تلفات بزرگ ملت در طول تمام تاریخ خلق تاجیک می باشد. درباره بازگشت گریزگان تاجیک صحبت کرده می خواهم حادثه را یادرس نمایم که چند سال پیشتر روی داده بود. سال 2012 موی سفید 104 ساله که هنوز سال 1937 از منطقه کولاب به افغانستان گریزه شده بوده است، از دولت تاجیکستان التماس نمود که به وی اجازت بازگشت به وطن داده برای شهروندی تاجیکستان را برگردانند. یعنی این پیرمرد نه از جمله گریزگان سالهای 90 عصر گذشته بلکه از گریزگان سالهای برقراری حاکمیت شوروی بوده است که اکثر آنها دیگر به وطن برگشتن نتوانسته در غریبی عمر به سر برده و در غریبی درگذشتند. وقتی نمایندگان دولت با وی صحبت نمودند معلوم گشت که وی با وجود گذشتن 60 سال یگان روز یادی وطن را از خاطر نبرآورده تا امروز تنها با آرزوی بازگشت دوباره به وطنش زیسته است. به سبب دراز عمریش را خیلی جالب شرح داده است. این پیرمرد شب و روز دعا می کرده است که خداوند تا مشرف شدن به دیداری وطن و دوباره بوسه زدن به خاک مقدس زادگاهش جانش را نگیرد. امید بازگشت و مهر به وطن اجدادی عمر موی سفید را چنان دراز نمود که
عاقبت به آرزویش رسید. مگر یک انسانی وطن دوست می تواند چنین حادثه را بی اشکی چشم شنود؟ از این رو وقتی مسئله بازگشت و برگردانیدن شهروندی این پیرمرد بزرگ به میان گذاشته شد، ما محض روحی چشم انتظاری هزاران هموطنی سالهای 20 و سالهای 90 عصر گذشته در خارج کشور در آرزوی وطن جان داده را پیش نظر آورده او را به شهروندی جمهوری تاجیکستان پذیرفتیم. آفرین باد به این صبر و پایداری. این است ناموسی وطنداری. حلالش باد شهروندی تاجیکستان. بازگردانی فراریان از خارج کشورمان یکی از حساسترین لحظه های روند صلح تاجیکان و شاید از جمله شریفترین عملهایی باشد که در تاریخ معاصر خلق تاجیک انجام داده شد. همزمان تلاش‌های جدی‌تری سیاسی برای رسیدن به صلح و وحدت ملی ادامه می‌یافتند. مذاکرات صلح تاجیکان حدود 4 سال طول کشیده در 9 دوری گفت و شنید 40 سند و سازشنامه مهم به امضا رسیدند. نقطه اوج این مذاکرات امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان مسکو 27 ایون سال 1997 بود که همه ساله ما سالگرد این سنه را با تنتنه و شکوه خاصه جشن می‌گیریم. جنگ تحمیلی شهروندی کشوری ما را از مسیر پیشرفت چندین 10 ساله عقب پرتافت و مردم تاجیکستان را مجبور ساخت که برای برطرف کردن خرابی و خسارات آن سالها زحمت شبانه روزی و مشکلات و مانعه‌های بسا گران را تحمل نمایند. در کشور از آخر سال 1997 برای تجدید و بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی، طبی، راه‌ها و منزل‌های زیستی خراب گردیده اولین برنامه برقرارسازی بعد از نزاع قبول و عملی کرده شد. وقتی صلح و وحدت سیاسی برقرار شد، وظیفه بسیار مهم دیگری دولتداری ما ساختن راه‌های معاصر ماشینگرد، نقب‌ها، شبکه‌های انتقال برق و غیره بود که باید وحدت ملی را باز هم استوار و پایدار می ساختند. با این مقصد در این دوره راه آهن قرغان تپه کولاب، راه ماشینگرد کولاب، خاروخ، قلمه، قراقرم، نقب استقلال در عقبه انزاب، نقب شرشر، نقب ختلان، نقب شهرستان، خط بلند شدت 500 کیلوواتی انتقال برق جنوب شمال و غیره ساخته شده. راه ماشینگرد دوشنبه قرغان تپه و شاهراه دوشنبه چناخ که جنوب و شمال مملکت را به هم می پیوندد
از نو ساخته شدند. همین طور دهها طرح دیگری وحدت ساز در این سمت عملی گشتند. درباره اهمیت انفراساختارهای مذکور ما گفته بودیم که آنها چون رگهای خونگرد کشور و ملت ما را به ارگانیسم یگانه تبدیل می دهند و صلح و وحدت ما را سراسری و استوار می سازند. خوشبختانه امروز این راه و نقب‌ها نه تنها پیوندگری منطقه های کشور بلکه پیوندگری روح و روان و دلهای مردمی سراسری کشورمان گردیدند. در عین زمان استقلالیت دولتی به مردم جمهوری تاجیکستان امکان داد که مکتب دولتداری ملی خود را رشد داده مدل معاصر را آزادانه انتخاب نماید. محض در همین دوره زمینه‌های استوار سیاسی و حقوقی ساخت نو یعنی دولت دموکراتی دنیوی حقوق بنیاد گذاشته شدند. دایر به اهمیت موضوع دولتداری دنیوی همچون دستاورد بسیار مهمی جامعه سخن گفته می خواهیم بعضی نکته ها را مخصوص تأکید نماییم. یکم، در آن روزها که ما به تازگی از زیر ایدئولوژی مطلق گرا آزاد شده بودیم، دایره های معین خارجی بی‌ثباتی سیاسی و ایدئولوژی جامعه را پیتی مناسب دانسته می‌خواستند جامعه ما را به زیر ایدئولوژی دیگر درآورده ساخت دلخواه دولتداری خود را در تاجیکستان بنیاد سازند. بعضی نیروهای از نظر سیاسی بی تجربه داخلی زیر تأثیر غایه آنها ساختن یک دولت ایدئولوژی دیگر را سراسیمه‌وار دستگیری نمودند. اما آنها این واقعیت را به اعتبار نگرفتند که نظام سیاسی و ایدئولوژی در نظر داشتهشان به واقعیت تاجیکستانی پساشوروی به سطح و طرز تفکر مردم کشور و به خصوصیت‌های روندهای سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه سازگار نیست. اگر تاجیکستان به این ورطه فرو می رفت، ما هرگز از گرداب اختلافات عقیدوی داخلی و نزاع‌های بی آخر با کشورهای همسایه و جهان خارج بیرون نمی آمدیم. از این رو انتخاب طرز دولتداری دنیوی انتخاب درست، آگاهانه و جدی جامعه تاجیکستان در آن روزهای مشکل بود. شما گفتار یکم را از روی اثر افقهای استقلال پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمپور، کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.